چرا به تغییرات عادت نداریم؟ تغییر یه بخش طبیعی از زندگیه، ولی چرا بیشترمون ازش فرار میکنیم؟ این موضوع به ذهن ما برمیگرده. مغز ما طوری طراحی شده که عاشق ثباته و هر چیزی که آشناست رو امن میدونه. حالا هر تغییری، حتی اگه مثبت هم باشه، مغز رو تو حالت آماده باش قرار میده. چرا با تغییر کنار نمیاییم؟ یک، ترس از ناشناخته ها. تغییر معمولا با یه عالمه چیز جدید همراهه. مغز ما از چیزایی که نمیشناسه میترسه، چون ممکنه خطرناک باشه. حتی اگه وضعیت الانمون خیلی خوب نباشه، چون براش آشناست، مغز حس امنیت میکنه. دو، عادتهای قدیمی. ما یه سری الگوهای فکری و رفتاری داریم که تو طول زمان تو ذهنمون جا خوش کرده. تغییر این عادت‌ها کلی انرژی میبره و مغز معمولا ترجیح میده این انرژی رو خرج نکنه. 3، ترس از شکست. خیلی وقتا از تغییر میترسیم، چون میترسیم خراب کنیم یا موفق نشیم. این ترس باعث میشه دست به کار نشیم. 4، وابستگی احساسی. گاهی به چیزایی که داریم، حتی اگه اذیتمون کنن، عادت میکنیم و جدا شدن ازشون برامون سخت میشه. حالا چطور با تغییر کنار بیاییم؟ کم کم شروع کن. به جای اینکه یک تغییر بزرگ رو شروع کنی، از چیزای کوچیک شروع کن. اینطوری مغزت کم کم با شرایط جدید کنار میاد. دلیلت رو مشخص کن. ببین چرا میخوای تغییر کنی. وقتی هدف و انگیزه داشته باشی، راحت‌تر میتونی جلو بری. به خودت فرصت بده. اگه تو مسیر تغییر خراب کردی، خودتو سرزنش نکن. این طبیعیه و جزئی از ماجراست. با آینده فکر کن اگه این تغییر رو انجام بدی، زندگی چقدر بهتر میشه. این میتونه انگیزه بده. تغییر کردن شاید اولش سخت باشه، ولی وقتی شروع کنی و قدم به قدم جلو بری، کم کم میبینی که همه چی آسان‌تر از چیزی بود که فکرشو می‌کرد. فقط کافیه شروع کنی.